بازی شهرخوار تلویزیونی آفرین رو از تالار لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه تماشا دارید. طاووس رمز زیبایی، دارویی و نازکی. این پرنده های زیبا یکی از قهرمان های اساسی افسانه و قصه های جهانی، زیب دهنده باغ‌ها و موضع های فرهنگی و فراغتی و یک جزء مهم در صنعت تصویری و نقاشی می باشند. پیشنهاد معلومات مفصل، دلیل های عجیب و نوارهای جالب از حیات زیباترین پرنده های عالم یعنی طاووس ها در برنامه نوبتی ما و جانوران. روزهای نزدیک از تلویزیونی بهارستان. در مسابقه نوروزی همه ما رو در حیرت گذاشت. و دختر چاخان است، زیرک است و با تمکین است. خیلی افتخار میکنم که اپای من وزنه بلندترین رسیده است. یکم باره که من در مسابقه برآمدم کمی ترس داشتم. سلامتی کودکتون یگون کمبودی ندارد. اگر به امثال ما باشه چرا به مکتب نمیرود؟ چشمان او چشمان کودکند. بله. باز هم بلندتر. بچه ها این جک پاورز است. تو چند ساله ای؟ 10 ساله. ای پهلوان بسکتبال بازی میکنی؟ من؟ پرتو جک پرتو. من میخواهم ستاره مقرری باشم. تو هیچگاه ستاره مقرری نخواهی شد. مادری جک میبراید. حالا در نزد شما تمام کننده امسال مکتب جک چارلز پاور سخن میکند.